پاکی کثیف نجس میه مزنه نامردی تو بخوری از ایران. تو سب کن، تو فکر کردی ایران بی ارزه که تو هر گویی رو بخوای بخوری؟ نه، ایران چوب به همه جا نوترت میکنه. تو سب کن، تو سب کن ببین ایران چه کارت میکنه. بذار، تو فکر کردی که مردم ایران میترسونی؟ مردم ایران بدبخت نمیترسن، مردم از نامردی میترسن، از بی ناموسی میترسن، از بی غیرتی میترسن، از بی شرفی میترسن. از مرگ هراسی نیست. اینه که یک عده دزد کثیف روی کار افتادن، هم دست تو کثافت بودن. باید جواب خونشونه باید بدی. آمریکا، اسرائیل، تو باید جواب بچه ها که همین آمریکا به دست ما بیفته. آخی اسرائیل به دست ما تکه که به همین دندونم تکه تکهشون کنه. الهی خدا به حقی وقت ساعت تکه تکه بره، مثل سگ میرن توی آغلاشون میرن قایم میرن. حرام زاده، اگه تو اومدی زدی مرد باش وایسا همونجا. تو فکر کردی ولش میکنن؟ تو فکر کردی ولش میکنن که خون بچه های ما رو دیشب بیگناه ریختی؟ آی خدا، خدا، ای ربنا، باید تقاس خون بیگناه های زن بچه های ما که دیشب به خون افتادن، زندگیشون توی وضعیت بی در به داغونی شد، باید جواب بدن. ما سکوت نمی کنیم. لعنت به تو آمریکا و اسرائیل. چطور به شما پشت دادن که تو ایران ما یک کاری گوه